10-15 سال پیش که ما شروع کردیم به کار با PRP خیلی آشنایی به این قضیه وجود نداشت و مشکلات زیادی برای تهیه پلاکت ها داشتیم که این پلاکت ها رو داخل مفاصل و اون مکان هایی که لازم هست تزریق بکنیم. واقعا اطلاعات خیلی کمی وجود داشت و امروزه به یه جایی رسیدیم که خیلی از بیمارا چون نتایجش رو دیدن خودشون درخواست دارن که PRP براشون تزریق بشه. خب PRP یه پلاکت هست که جدا میشه از خون. در واقع ما خونگیری رو انجام میدیم، توی سانتریفیوژ قرار میدیم، پلاکت رو جدا میکنیم. چرا این کار رو انجام میدیم؟ اگر یه چیز ساده ای من براتون بگم، زخمی که توی دست ایجاد میشه یا قسمت‌های مختلف بدن وقتی شروع میکنه به ترمیم شدن، یکی از چیزهایی که خیلی مهمه و نقش اساسی داره همون پلاکته. این پلاکت موجود در سیستم گردش خون ما باعث این ترمیم میشه، باعث از بین رفتن التهاب‌ها میشه، باعث میشه که پروسه و روند بهبودی اتفاق بیفته. ولی ما در جاهایی از بدن، مثلا داخل مفاصل، پلاکت نداریم. در قسمت‌هایی از تاندون‌ها ما دسترسی به پلاکت نداریم. توی رباط صلیبی پلاکت حضور نداره. خب اگر ما بخواهیم داخل مفاصل ترمیم ایجاد بکنیم، یکی از شگردهایی که میتونیم استفاده کنیم همین وارد کردن پلاکت در مفاصل و اون مکان‌هایی است که پلاکت وجود نداره. حالا که وارد کردی این پلاکت رو درون مفاصل یا اون ناحیه‌ای که لازم هست، چه اتفاقی میفته؟ همون روندی که گفتم، مثال زدم توی زخمی که تو دستتون اتفاق میفته، اینجا داخل مفصل اتفاق میفته، پروسه‌ای اتفاق میفته که یه سری متریال و موادی ترشح میشه تو اون ناحیه که میتونه ترمیم ایجاد کنه، میتونه التهاب رو از بین ببره، میتونه عملکرد مفصل رو بهبودی بده. و این اتفاقی است که افتاده و الان ما داریم میبینیم که چقدر مردم دارن ازش استقبال میکنن، چقدر مقالات جدید در این خصوص داره چاپ میشه و نتایج درخشانی ازش گرفته میشه، ولی باید درست انجام بشه. متاسفانه من بعضی جاها میبینم که این پروسه رو رعایت نمیکنن و روندی که باید انجام بشه، از کیت های استاندارد استفاده بشه، خونگیری درست انجام بشه، سانتریفیوژ دقیق انجام بشه و تزریق هم درست انجام بشه، اینها رو بعضی رعایت نمیکنن. اگه اینا درست انجام بشه، نتیجه‌ای که بیمار دریافت میکنه از روش PRP بسیار بسیار درخشان خواهد.